برکت‌الله غوزیف سانه تولدش 18 ایول سال 1986 فرزند ایشون قیوم‌الدین وایز و روحانی معروف در سالهای 90 که با درخواست مقامات دوشنبه در جمهوری تاتارستان روسیه دستگیر شده از 14 آگوست در بازداشتگاه رقم 1 واقع در کوچه یپایف 16 شهر قزان قرار داشت. بعد 40 روز حبس صبح بر وقت 22 سپتامبر به آزادی برآمد. در این باره یک منبع آگاه پایگاه خبری بامداد خبر داد و گفت برکت‌الله غوزیف صبح بر وقت علاقه وقت نماز بامداد آزاد شد و حالا در کنار اهل اویلش در شهر قزان قرار دارد. او در پایتخت تاتارستان همراه زن و 2 فرزندش، مادرش و همچنین دادرش و همسر دادرش زندگی میکند. مقامات تاجیکستان تا کنون خبری در روسیه بازداشت و اینک آزاد شدن این پسر 35 ساله ایشون قیوم‌الدین و پرونده او را شرح ندادند، ولی به گفته منبع آگاه بامداد برکت‌الله غوزیف در تاجیکستان بر اساس ماده های 189 و 305 و برانگیختن کینه و عداوت مذهبی و خیانت به دولت ایبدار میکنند. او میگوید که سال 2020 دو داماد ایشون قیوم‌الدین صلاح‌الدین نوری‌دین و ایشون امرالدین نیز بر اساس ماده 305 با جرم جاسوسی محکوم به زندان شدند. منبع بامداد گفت سید محمد غوزیف پسر کلانی ایشون قیوم‌الدین را که سال 2020 نیز با جرم جاسوسی به ایران به 13 سال زندان محکوم شد به زندان خوجند انتقال دادند و او در آنجا از بیماری دیابت قند اذیت میکشد. ایشون قیوم‌الدین یکی از سخنگویان اساسی میتینگ میدان شهیدان در سال 1992 بود. سالهای اخیر در ایران به سر میبرد. او ماه نوامبر سال 2017 در فرودگاه شهر سنت پترزبورگ روسیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شد. در تاجیکستان ایشون قیوم‌الدین را با خیانت به وطن، جاسوسی به منفعت ایران، تغییر مذهب و گراییدن به مذهب شیعه ایبدار و به 25 سال زندان محکوم کردند. اما ایشون قیوم‌الدین در آشوب خونین روز 19 می سال 2019 در زندان وحدت کشته شد. گفته میشد که آشوبگران که پیروان داعش از جمله پسر و برادر پلکوونیک گلمراد علیموف بودند، محض برای تغییر مذهب کردنش گلوی ایشون قیوم‌الدین را بریدند. مقامات تعقیب فرزندان ایشون قیوم‌الدین را تا حال رسما شرح ندادند، ولی طرفداران مخالفین این را به تحصیل آنها در ایران ربط میدهند و میگویند که تحصیل کرده های ایران در تاجیکستان هدف شکار مقامات قرار گرفتند.